سلام، به دومین قسمت از مدرسه دندانپزشکی دیجیتال خیلی خوش برگشتین. من حسام هستم. خیلی خوشحالم از اینکه در یک قسمت دیگه کنار شماییم تا با هم یک گپ و گفتی پیرامون دندانپزشکی دیجیتال داشته باشیم و یکم خودمونی تر و ساده تر توی این مبحث از بیس صحبت بکنیم تا اینکه در انتها بتونیم یک دستاورد خوبی رو تو این زمینه با مهمانانمون داشته باشیم. تو این قسمت ما در خدمت خانم مهندس آینه‌وند هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه کنار شما خانم مهندس. این شما این دوربین شروع بکنید. خیلی ممنون، مرسی بابت اینکه منو دعوت کردید به برنامه‌تون. من اول از همه با معرفی شروع میکنم. خودم یه معرفی کوتاه میکنم. مهسا آینه‌وند هستم، دانش آموخته مهندسی پزشکی توی بخش ارشد و حدود 9 ساله که دارم توی بخش فیلد دندان پزشکی و حالا 6-7 ساله توی بخش دیجیتال فعالیت میکنم. سرپرست بخش طراحی شرکت گنجینه طب آرمان هستم. و حالا توی طراحی بخش جراحی و پروتز ها، حالا انواع پروتز و رستوریشن ها فعالیت میکنم. خیلی عالی، مرسی از شما خانم مهندس. یه حالا جذابیتی که به نظرم این مدرسه دیجیتال خواهد داشت اینه که ما سعی میکنیم به سراغ افراد مختلفی توی این حیطه بریم، از مهندسین پزشکی گرفته تا دندان پزشکان تا تکنسین ها، که سعی بکنیم یک در واقع دنیایی از دندان پزشکی دیجیتال رو به شما مخاطبان عزیز در واقع نمایش بدیم و نشون بدیم. خب بریم خانم مهندس سراغ بحث امروزمون. راجع به چی قراره امروز صحبت بکنیم با هم دیگه؟ من اول از همه مقدمه بگم اینکه حالا اصلا دیجیتال چیه، از کجا به وجود اومد و حالا به چه کمک هایی داره میکنه توی درمان بیمارها و انواع حالا درمان ها. کلا بخش دیجیتال ما داره اگر بخوایم قسمت بندی کنیم از 3 بخش تقسیم میشه: کد و کم. که حالا اون بخشی که من دارم فعالیت میکنم بخش کد و حالا تا حدودی کم هستش. کد حالا همونطور که همه میدونن، من حالا مجدد یادآوری میکنم، خلاصه کامپیوتر ایدد دیزاین هستش. خیلی سال گذشته بخوایم خیلی برگردیم به عقب، اصلا کلا کد کجا به وجود اومد؟ توی شاخه مکانیک ما از کد استفاده میکردیم. بعد از اینکه حالا یه خورده پیشرفت داشتیم به خصوص توی بخش نرم افزاری، چون ما در اینجا بیشتر روی نرم افزار تاکید داریم، نرم افزارها حالا به کمک ما اومدن و این کد وارد شاخه پزشکی و دندان پزشکی شد و حالا الان همونطور که امروز اکثر پزشکان و دندان پزشکان ما میدونن، حالا اون نرم افزارهایی که توی کد داریم استفاده میکنیم، یه سری نرم افزارهای جنرال داریم که حالا همه اکثریت میشناسن، مثل اگزوکد هستش توی بخش رستوریشن هامون، اگزوپلن هست توی بخش سرجیکال گایدامون، نرم افزار تری شیپ هستش، نرم افزار ریل گاید هستش. حالا یه سری برندها نرم افزارهای اختصاصی خودشون رو معرفی کردن، بلو اسکای هستش. چیزی که حالا میدونیم اینه که تنوع نرم افزاری ما اینجا زیاده. خب من اینجا یه پرانتز باز بکنم. پس ما از دنیای کی رسیدیم به کد و کم، که توی این بخش میخوایم راجع به پارت کدش صحبت بکنیم که مربوط به دیزاین در واقع میشه. و خب بعد از اینکه حالا بعد از بخش کد ما کم رو داریم، حالا کم دستگاه ها اومدن به کمک ما. خروجی که ما توی کد داریم میاریم توی بخش کم، کامپیوتر ایدد مانیفکتچرینگ، و اونجا دیگه اون چیزی که طراحی شده به صورت ریل و فیزیکی تولید میشه و حالا توی درمان استفاده میشه به کمک پزشک. پس تو کد ما یه دیزاینی رو داریم با استفاده از حالا نرم افزارهای مختلفی که وجود دارن. یه خروجی گرفته میشه و اون خروجی به حالا دستگاه‌هایی مثل پرینتر یا در واقع میلینگ داده میشه برای ساختش. ببین دنیای کم خیلی گسترده است و خب خیلی میشه در موردش صحبت کرد. حالا شما چکیده فرمودین حالا دستگاه‌های میلینگ هست، دستگاه‌های پرینترهای سه‌بعدی، از انواع پرینترهای سه‌بعدی که هر کدوم از این پرینترها اختصاصاً میتونن برای یه محصول کار کنن و حالا مواد مصرفی، مواد متریالی که داره استفاده میشه، انواع رزین ها رو داریم، پرینترهای سه‌بعدی حالا متال رو داریم که حالا میگم هر کدومشون توی یه بخشی دارن استفاده میشن. خیلی عالی. توی بخش کد همونطور که حالا اشاره هم کردم،
چیزی که ما روش فوکوس داریم اینه که بتونیم پروسه درمانمون رو به صورت دیجیتالی پیش ببریم. چرا میگیم دیجیتالی؟ خب توی بخش دیجیتال شما میایین به صورت دقیق یک موضوع رو بررسی میکنین، طراحی میکنین و حتی مثلا اگر توی بخش جراحی باشید میتونید ریسکای اون رو شناسایی کنید و زمانی که پزشک ما میخوان درمانشون رو شروع کنن ریسکاشون رو میدونن با چه طرح درمانی مواجه هستن و خب این خیلی هم به خودشون کمک میکنه، همین که میتونن اون بیمار در انتهای درمان خیلی راضی از مطب بره بیرون، مشکلاتی که حالا توی بخش کانونشنال به وجود میاد رو دیگه نداره. پس در واقع ما توی دندانپزشکی دیجیتال یک نمایی از درمان آینده رو چه به عنوان دندانپزشک چه به عنوان ساید بیمار ما خواهیم دید. بله از ابتدا. بله دقیقاً. این پس یه ویژگیه که خب دندانپزشکی دیجیتال میتونه برای ما داشته باشه. و خب اگر که پزشکی داره توی بخش دیجیتال فعالیت میکنه چه بهتر که بخواد از ابتدای پروسه رو به صورت دیجیتالی داخل مطبش پیاده کنه. ابتدای پروسه حالا چیزی که اشاره میکنم مثلا به جای اینکه حالا از قالبگیری های کانونشنال بخواد استفاده کنه از ابتدا قالبگیریشو بیاد به صورت دیجیتال با اورال اسکن ها انجام بده. البته این به این معنی نیستش که کلا پروسه کانونشنال حذف بشه. نه. منظور این که مسیر دیجیتال درسته؟ بله مسیر دیجیتال از ابتدا طی بشه. دقیقاً. ولی چیزی که اینجا من منظورم هست اینه که شما زمانی که میای از ابتدای کار پروسه رو دیجیتالی پیاده سازی میکنید، یعنی از اسکنرها استفاده میکنید، از فیس اسکن ها استفاده میکنید، خیالتون راحت تره. چرا؟ چون هم یه سری حالا سختی‌ها توی کانونشنال داریم، هم اینکه توی دیجیتال شما دقت رو دارید میبرید بالا، سرعت رو دارید میبرید بالا و خیالتون از همه جهت راحت میشه. توی حالا بخش کد وقتی وارد نرم افزارها میشیم شما با یه سری حالا پروسه ها مواجهین دیگه، حالا بسته به اون که شما چه محصولی رو دارین طراحی میکنین، چه حالا بخش رستوریشن دنیاش خیلی دنیای بزرگیه، انواع رستوریشن ها هستش. بخوایم توی بخش جراحی بگیم انواع گایدای ایمپلنت هست، گایدای برشی هست، اسپرینت های ارتوگناتیک هست، طراحی پروتزهای فک و صورت هست، خیلی دنیاش گسترده است. حالا اگر من بخوام خیلی ساده تر بگم از طراحی یک کران و یک اباتمنت بخوام بگم، شما زمانی که وارد بخش نرم افزار میشین حالا اون اسکنی که به دست ما میرسه که بخوایم طراحی کنیم چقدر دقت داره، چقدر این اسکن صحیحه، اوکلوژنش صحیح هست یا نه، یه سری دیتاهای اضافه تر برای اینکه بتونیم صحت اینا رو چک کنیم، مثلا عکس بیمار به ما کمک میکنه. خب مهندس یه پرانتز میون صحبتتون من باز بکنم. ما قبل از اینکه برسیم به پروسه دیزاین یه سری مراحل باید طی بشه، درسته؟ بله. اون مراحل میخوام یه بار با هم ریویو بکنیم تا اینکه برسیم به این نقطه. بله. دندانپزشکی که میخواد مسیر دیجیتال رو شروع بکنه از کجا میتونه در واقع این اتفاق رو رقم بزنه و بره جلو؟ ابتدای کار ما بخوایم اگه به حالا پزشکی توضیح بدیم که چه مواردی مورد نیازه، بسته به محصول نهاییشون ما حالا اسکن بیمار، اسکن داخل دهانی بیمار رو میخوایم یا قالبگیری بشه به صورت کانونشنال. حالا قالبگیری یا اسکنشون به چه صورت باشه؟ ما همیشه تاکید میکنیم همیشه فول فک بگیرن، نیم فک نگیرن، همیشه دو فک بگیرن، ثبت بایت رو انجام بدن. اگر که طراحی رستوریشن هست یا جراحی توی ناحیه استتیک زون هست حتما عکس بیمار ارسال بشه، چرا که ما اون طراحی که میکنیم حتی توی بخش جراحی بر اساس لبخند فاینال بیمار انجام، یعنی در واقع داریم یه اسمایل دیزاین براش انجام میدیم. اگر برای جراحی باشه خب CBCT شون رو لازم داریم. CBCT هم حتما باید با فرمت دایکام باشه. فکر می‌کنم حالا دوستانی که جراحی کار میکنن یا حالا دیجیتال کار میکنن به مکررات این موارد رو شنیدن از ما که فرمت ها به چه صورت باشه، چطور صحیحه. این موارد ابتداییه که ما میخوایم. حالا مثلا توی بخش الاینرها ما یه سری کیس های پیچیده با کراودینگ های خیلی زیاد می‌بینیم که CBCT هم بدن. اونجا میتونیم ریشه های دندون رو سگمنت کنیم، حرکت ریشه های دندون رو ببینیم و خب خیالمون راحت از هر نظر. زمانی که داریم این کار رو انجام میدیم باز این اون آینده نگری است. میدونیم چند سال دیگه بیمار با مشکلات
متعددی که حالا مربوط به بخش بالینیش باشه دوباره ارجاع داده نمیشه به پزشک. صحیح، دقیقاً. پس ما توی چند تا سگمنت الان با هم صحبت کردیم. توی بخش حالا رستوریشن بخوایم صحبت بکنیم، اینکه ثبت بایت دقیقی داشته باشیم، ترجیحاً اینکه فک بالا و پایین به صورت فول قالب گیری بشه و در آخر یک عکسی هم از لبخند بیمار ما بتونیم که داشته باشیم، کارمون به قولی بهتر و دقیق‌تر. حالا یه موضوع دیگه من در مورد عکس‌ها بخوام بگم اینه که عکس گرفتن هم باز اصول خاص خودش رو داره. اینکه از چه زاویه‌ای باشه، فاصله کانونی باشه، بیمار در چه حالتی باشه، سر بیمار تو چه زاویه‌ای قرار گرفته باشه، همه این موارد باید طبق اون پروتکل ها و استانداردهایی که توی DST تعریف شده انجام بشه. ما حالا در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد، یعنی در ادامه تو قسمت های بعدی قطعاً به دیتیل به اینا خواهیم پرداخت. پس این شدش تو بحث در واقع رستوریشن. تو بحث جراحی بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، پس یک در واقع اورال اسکن رو ما نیاز داریم و در کنارش یک فایل CBCT که با فرمت دایکام به دست ما برسه. بله با فرمت دایکام. و تو بحث الاینرها هم که در کیس هایی که پیچیدگی زیادی رو داشته باشن ترجیح بر این است که به سمت CBCT بریم. توی بخش حالا جراحی فک و صورت اگر بخوام اشاره کنم، ما تمام موارد رو نیاز داریم. یعنی ما نیاز به یه سری عکس های با زوایای استانداردی که حالا براش مشخص شده، اکثر رادیولوژی اون دارن انجام میدن و رعایت میکنن، قالب حالا یا اسکن داخل دهانی و CBCT. باز CBCT که اینجا مد نظر ما هست یه مقدار FOVش، اون فیلد آف ویوش متفاوت میشه که همه این موارد رو باز ما مجددا برای هر کیس برای پزشک تکرار میکنیم که بتونن یه دیتای درست به ما بدن، چون زمانی که دیتا به دست ما برسه و دچار نواقص باشه، این باعث میشه که اون خروجی مد نظر نباشه و به مشکل بخورن. دقیقا. این حالا اینجام دقیقا جاییه که خیلی وقتا اون اعتراضه صورت میگیره که آقا برفرض یک رستوریشنی طراحی شد یا یه سرجیکال گایدی طراحی شد ولی نشستش خوب نیست، یا مثلا همه تقصیرها میفته به عهده طراح، در حالی که اون دیتای اولیه شاید اون باگ و خطا رو داشته که خروجی خوبی نبود. خب پس تا اینجا ما در واقع راجع به این صحبت کردیم که دیتای اولیه رو چطوری برسونیم به دست طراح که بخوایم یک مسیر طراحی و در واقع تو دنیای کد داشته باشیم. بریم اگه موافق باشین سراغ پارت طراحی و وارد دنیای نرم افزارها بشیم. اصلا چرا اینقدر ما نرم افزار مختلف داریم، هر کدوم چه تفاوتایی دارن و به نظر شما بهترین انتخابی که ما به عنوان یک دندانپزشک میتونیم توی این مسیر داشته باشیم آیا نرم افزار خاصی هست یا خیر؟ خیلی سوال خوبی رو اشاره کردین. ببینید چرا انقدر نرم افزار و تعدد نرم افزار داریم؟ خب ما میدونیم که یه سری نرم افزارهای ما به صورت جنرال داره استفاده میشه و خیلی هم فیمس و معروف هستن و خیلی هم مورد علاقه طراح هستن. یکیش اگزوکده که خب میدونیم اکثریت دارن از اون استفاده میکنن، یا حالا نرم افزار تری شیپ هستش. توی بخش حالا اینکه چرا انقدر نرم افزار داریم، ببینید یه بخشی بحث تجاری سازی هستش. اینکه هر برندی، حالا نه همه برندها لزوما، یه سری از برندها اومدن نرم افزار اختصاصی خودشون رو معرفی کردن، ولی الزام وجود نداشته که فقط و فقط از برند خودشون توی نرم افزار استفاده بشه. اومدن لایبرری های برندهای دیگر رو داخل نرم افزارشون اد کردن و این اجازه رو به ما دادن که بتونیم از بقیه برندها هم استفاده کنیم. در واقع شاید اولش اینجوری بودش که انحصاری بود، ولی به مرور دیدن که باید کامپتیبلی داشته باشن با. و یه موضوع دیگه هم که هست، بحث لایبرری خیلی نکته مهمیه. طراحا تو این بخش خیلی فوکوس دارن و بخش چالش انگیز، یکی از چالش هایی که میتونیم ما تو هر نرم افزار مطرح کنیم اینه که لایبرری وجود داشته باشه توی اون نرم افزار. و خب چیزی که الان مشخصه، اگزوکد یه لایبرری خیلی متنوع و گسترده و وسیع داره که دست ما رو باز نگه داشته توی این موضوع. خب ما طراحی رستوریشن توی نرم افزار تری شیپ داریم که حالا تحت عنوان دنتال سیستم معرفی شده و خب یه سری برندها رو باید ما اون کار کنیم. یه سری محدودیت هایی که اگزوکد داره، برندهایی که توی اگزوکد نیست داخل بخش دنتال سیستم تری شیپ هستش. و خب یه سری برندها رو داریم که ممکنه بین یه سری لایبرری‌ها سینک نباشن. خب اینجا تو چه زمانی مهم میشه؟ توی بحث ایمیدیت لود ها.
زمانی که ما میخوایم جراحی، حالا گاید جراحیمون رو داریم طراحی میکنیم، میخوایم بعد از جراحی بلافاصله رستوریشن موقت بیمار رو تحویل بدیم. توی ایمیدیت لود این خیلی مهم میشه. چرا؟ چون باید بین نرم افزاری که شما دارین سرجیکال گاید طراحی میکنید و نرم افزار رستوریشنتون یه لینک و سینکی وجود داشته باشه که بتونن دیتای یکدیگر رو بخونن. خب یه سری برندها این موضوع رو هنوز توی شاید بگم تحقیق توسعه، شاید هنوز ورود نکردن، این رو ندارن و عملا ایمیدیت لودشون به صورت فولی دیجیتال ممکنه امکان پذیر نباشه. ولی خب مثلا یه سری نرم افزارها هم داریم که کل ماژول های طراحیشون در قالب یک نرم افزار معرفی شده. به طور مثال مثلا نرم افزار ریل گاید، شما تو همون نرم افزار طراحی گایدتون رو انجام میدین، طراحی رستوریشنتون رو انجام میدین، کاستوم اباتمنتتون رو میتونید طراحی کنید. خیلی حالا فضاهای طراحی دیگه داره. نرم افزار نموتک، حالا نرم افزاری که یکی از نرم افزارهای اصلی هستش که ما داریم استفاده میکنیم تو مجموعمون. خب ماژول طراحی الاینرمون تو همون نرم افزار، سرجیکال گایدمون، اسمایل دیزاینمون، ماژول جراحی فک و صورتمون، طراحی پروتزون، همه در قالب یک نرم افزارن. مثل اگزوکت مثلا با دو تا نرم افزار معرفی نشده و قابلیت‌های بیشتری هم به ما ارائه داده، اما توی بخش لایبرری همچنان اگزوکت پیشتازه. پس جمع‌بندی این صحبت، من به عنوان یک دندانپزشک نوعی میخوام این مسیر رو شروع بکنم، باید با چه نرم افزاری شروع کنم؟ اگر برای طراحی مد نظرتونه، یک پزشکی هستین که میخواین طراحی رو آموزش ببینید، توصیه من شروع کار با اگزوکت هستن، کلا با کمپانی اگزو هستش، حالا اگزوکت، اگزوپلن تو هر بخشی. بعد از اون شما وقتی که پروسه و منطق طراحی رو آموزش میبینید، میتونید حالا با بقیه نرم افزارها کار کنید، آموزش های بعدی تو نرم افزارهای بعدی باشه، ولی استارت کار بهتره با نرم افزار اگزوکت و اگزوپلن باشه. خیلی عالی. خب پس ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در واقع یک مسیر دیجیتال متوجه شدیم که دیتا چی باید داشته باشیم، بعد این دیتا رو وارد نرم افزاری میکنیم به نام حالا اگزوکت، تریشیپ، نموتک، هر کدوم که وجود داشت. از اینجا به بعد خانم مهندس میخواستم یه توضیح داشته باشیم که روند طراحی ما تو هر در واقع درمان یا هر پروسه به چه صورت میتونه جلو بره. خب ببینید الان شما نرم افزار اگزوکت رو اینجا مشاهده میکنید. صفحه اول نرم افزارتون شما یک سری طرح درمان های متفاوتی رو دارین، انواع رستوریشن ها رو دارید، انواع طراحی اباتمنت ها رو دارید، حالا دسته‌بندی اباتمنت ها، کاستوم اباتمنت باشه، مولتی یونیت باشه، تی آی بیس باشه، اینا همه متفاوت میشه. اگر توی کیس فول باشه، طراحی بال و بار باشه، همه رو شما اینجا میتونید ببینید، از منو انتخاب کنید و بعد از اون حالا ناحیه‌ای که مد نظر درمانتون انتخاب کنید و طرح درمان اصولی و دقیق رو به نرم افزار معرفی کنید. این گام اول خیلی مهمه که شما بتونید چیزی که از نرم افزار میخواین رو دقیق بهش معرفی کنید. دقیقاً چه نوع رستوریشنی میخواید، با چه نوع اباتمنتی میخواید. اگر بتونید این مرحله رو دقیق انجام بدید، از باقی مراحل شما دیگه یه طراحی دارید، یه روتین طراحیه که قدم به قدم پیش میرین و انجام میدین اون طراحیتون رو. بعد از این که حالا طرح درمانتون رو تعیین کردین، شما میتونید مرحله بعدی توی بخش دیزاین ببینید که اسکنایی که پزشک براتون ارسال کرده، یا اگر خودتون پزشک هستین اسکناتون رو ببینید که مشکلی نداشته باشه، با ثبت بایتتون صحیح باشه، همه این موارد رو چک میکنید و دیگه استارت طراحیتون رو میزنید. حالا توی بخش طراحی هم شما همطور که توی نرم افزار میبینید، قدم اول اینه که شما بتونید یه مارجین لاین دقیق رو به نرم افزار معرفی کنید. توی طراحی های رستوریشن هایی مثل اینله، آنله، اندوکران شما نیازه که، یا مثلا طراحی فریم لامینیت، نیازه که یک مارجین لاین دقیق رو به نرم افزار معرفی کنید. توی بخش روکش های ایمپلنت های دندانی، مهمترین گامتون اینه که شما بتونید یک لایبرری صحیح انتخاب کنید. یعنی بدونید اسکن بادی که شما دارید اینجا انتخاب میکنید دقیقاً همون اسکن بادی با همون مشخصات فنی که شما استفاده کردین رو اینجا انتخاب کنید. این خیلی مسئله مهمیه، چون تمام این موارد دست به دست هم میدن که شما یا یک طراحی صحیح رو دارید یا یه طراحی دارید که اصلاً براتون کاربردی نیستش. حالا بعد از این مراحلی که خدمتتون عرض کردم، انتخاب لایبرری و حالا انتخاب مارجین لاین،
شما میتونید وارد طراحی بشین. اون حالا اگر بخش اباتمنت و ایمپلنت هستین بتونید مارجین اباتمنتتون رو، کلا طراحی اباتمنتتون رو پیش ببرید. و بعد از اون باز یه نکته خیلی مهمتری که هست و من فکر میکنم اینجا میتونن طراحا متمایز بشن از یکدیگر، اینکه بتونید آناتومی خیلی دقیق و صحیح استفاده کنید. یعنی بدونید با توجه به سن بیمارتون، با توجه به اون مشخصاتی که صورت بیمار داره، اگر در ناحیه زیبایی هستش، بتونید یه آناتومی درست انتخاب کنید و این آناتومی رو بتونید خودتون تغییراتی که میخواین رو بهش بدید. چون به هر حال اون آناتومی پیش‌ورزی که نرم افزار داره قطعا نیاز به تغییرات داره. با توجه به سن بیمار، با توجه به فضای تخصیص اون فضاهای دندانی، اینا همه مسائل مهمیه که هرچی تو این مرحله شما وقت بیشتری بذارید و دیتای بالینی و کلینیکال بیشتری داشته باشین، میتونید یه آناتومی خیلی ظریف و دقیق تحویل بدید. اینجا ما در واقع رسیدیم به نقطه‌ای که خب نیاز داریم که اون طراح یک کانسپتی داشته باشه از صورت بیمار، از فرم در واقع آناتومی اون، حالا رستوریشنی که میخواد طراحی بکنه که متناسب با اون شخص باشه. از بحث دیزاین بخوایم یه مقداری جلوتر بریم، میرسیم به این که ما بخوایم یک خروجی رو در واقع تو نرم افزار داشته باشیم. با این تفاصیل که میگم، همین پارت صحبت ما خودش ساعت‌ها صحبت و کلاس و درس هستش. ما به این میرسیم که خب بخوایم الان یک خروجی رو داشته باشیم که بریم از فاز کد به کم که در واقع اون رستوریشنمون و اون حالا طراحیمون رو خروجی ازش داشته باشیم. الان اینجا به عنوان طراح شما باید چه کانسپتی داشته باشین که بتونه این ارتباط بین پروسه کد و کم یه پروسه کاملی باشه و حداقل خطا رو توی این فاصله داشته باشین؟ ببینید اینجا بخش کم پررنگ‌تر داره تو کد نشون داده میشه. چرا؟ چون زمانی که من طراح نشستم پای سیستم و دارم این طراحی رو انجام میدم، باید حتما یه دیتای فنی از بخش کمم داشته باشم. دستگاهمو بشناسم، دقت دستگاه رو بشناسم، دقت فرستامو بشناسم، رزینم رو بشناسم، مواد اولیه رو بدونم که من با چه دستگاهی الان قراره این خروجی رو تبدیل به محصول نهایی کنم. چرا؟ چون توی نرم افزار همونطور که میبینید شما اینجا ما یه سری دیتا باید وارد کنیم. مثلا توی رستوریشن هامون ما سمنت گپ رو باید ببینیم. ما باید توی بخش اباتمنتمون دستگاه میلینگمون رو بشناسیم که چه فرزایی داره اصلا استفاده میکنه، 4 محوره، 5 محوره. اینا رو با این حداقل ها رو باید بدونیم که بتونیم توی نرم افزار زمانی که دیگه طراحیمون تموم شده و قراره خروجی گرفته بشه از این نرم افزار، مطابق با مشخصات فنی که داره تو کم استفاده میشه اون دستگاهی که اونجا هست گرفته بشه که خطا نداشته باشیم. ببینید تا صرف به این که شما فقط طراحی کنید همه چیز خوبه، هیچ جای نگرانی وجود نداره. زمانی مهمه که شما دقیقاً همون طراحی با همون مشخصات رو به دستگاه تحویل بدید و دستگاه عین همون رو به شما تحویل بده و جدا از اون زمانی که به دست پزشک میرسه، پزشک هم بدون هیچ دردسر بتونه از اون محصول استفاده بکنه. دقیقاً. ما پس 3 پارت بودش که برای ما مهم بود و هر پارت میتونست خطا برای ما ایجاد بکنه. یکی اون بحث ایمپورت دیتا بودش که از طرف حالا اون کاربری بودش، حالا میتونه دندون پزشک یا دستیار باشه که دیتا به ما میرسه. از اون طرف پروسه در واقع دیزاین این اتفاق بود و در آخر پروسه میلینگ. هر کدوم از این پارت‌ها کوچکترین خطایی داشته باشن، نهایتاً به این میتونیم برسیم که حالا اون رستوریشن یا نشینه درست به اصطلاح عامیانه یا اینکه با خطا و در واقع دردسر ما رو مواجه بکنه. البته که همین سمنت گپی که خانم مهندس گفتن یا بقیه پارتایی که توی نرم افزار وجود داره رو ما میتونیم با هم دیگه خیلی راجبش بحث بکنیم. برای اینکه بتونیم ویدیو رو در واقع تو مدت کوتاهی داشته باشیم، ما سعی میکنیم که یک گریزی بزنیم. اگر سوالی برای شما بود قطعاً پایین این ویدیو میتونید برای ما کامنت بکنید و خانم مهندس قطعاً پاسخگوی شما در پیج مدرسه دندانپزشکی دیجیتال خواهند بود. به عنوان یک جمع‌بندی پایانی خانم مهندس، من اینجوری میخوام جمع‌بندی بکنیم. اگر قرار باشه به عنوان یک طراح، به عنوان یک تکنسیانی که توی حیطه دیزاین داره فعالیت میکنه، 2 یا 3 نکته اساسی رو من دندانپزشک نوعی
بدونم راجع به طراحم که بگم اگر این تیک ها راجع به این طراح خورده شد، این یک طراح حرفه‌ایه، میخوام با این بحث این پارتو جمع بکنیم. 2 یا 3 نکته که به نظر شما یک دیزاینر، یک طراح حرفه‌ای باید داشته باشه. اگر نکته اول که خب خودم خیلی باهاش چالش دارم و خب تلاشمو میکنم که رو اصولم بمونم، اگر طراح اصرار میکنه دیتا دقیق بیاد و ایراد رو دیتا داره، حتما این رفع بشه. هیچ وقت این با این دیتای اشتباه پیش نره. اگر اسکن ایراد داره، اگر عکس مشکل داره، اگر CBCT مشکلی داره، حتما این کار رو انجام بدن. آمیانش چی میشه؟ دکتر دیتا رو فرستاده، طراح میگه که آقا مثلا من نیاز به یه اسکن فک مقابلم، حالا تو طراحی کن. یه کاری نباشه. چرا؟ چون اون طراح هدفش اینه که کار درست تحویل بده قاعدتا و اصرارش فقط و فقط برای اینه، نه برای اذیت کردن دکتر، نه برای عقب انداختن کاره. خیلی بهتره که همه چیز اصولی پیش بره. این نکته اول. نکته دوم، توصیه‌ای که من دارم اینه که حتی اگر نمیخوان طراحی بکنن، یک شناخت اولیه روی طراحی داشته باشن، نرم افزار رو بشناسن. این باعث میشه ارتباط بین پزشک و طراح خیلی خوب پیش بره و پزشک بدون کجاها بتونه خطای طراحی رو بگیره، خطای طراحی رو بشناسه و اصلاحات رو انجام بده. این دید خیلی مهمه که پزشک داشته باشه تو طراحی و بتونه با طراحی ارتباط خیلی درست رو ارتباط بگیره که بتونه نکته ها رو منتقل کنه. بله. نکته آخر ضمن این که تلفن این وسط زنگ خورد و ما حواسمون یکم پرت شد، ولی اشکالی نداره. بریم سراغ نکته آخر. همین ارتباطی که خدمتتون عرض کردم که خیلی مهمه و این که نکته مهمتر رو من میذارم آخر میگم، ریپورت های طراحی حتما چک بشه. بله. توی این ریپورت های طراحیه که شما میتونید ببینید طراح شما چه کار کرده، آیا این طراحی اصولی بوده و این ریپورت ها حتما توسط خود پزشک چک بشه. یکم هم البته راجع به ریپورت خوانی و نکاتش بعداً با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. در جلسه آینده ما به سراغ چی خواهیم رفت؟ در جلسه آینده، یعنی جلسه بعدی که من در خدمت شما هستم، همه تلاشم اینه که به شما یک طراحی نشون بدم. بله. و اینکه اگر پزشک قرار این طراحی رو چک کنه، کجاها رو باید دقت کنن که بتونن یه طراحی دقیق بگیرن و اینکه اون طراح باید به چه مواردی دقت کنه و کلا از 0 تا 100 شما یک طراحی تک واحد چه مواردی رو دارین و با چه مشکلاتی ممکنه روبرو بشین. هم طراحی اصولی، هم خطاهایی که ممکنه اون طراحی داشته. خیلی عالی. خیلی متشکرم از شما. مرسی که این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. پس خانم آقایان، جلسه بعدی شما میتونید هر سوالی راجع به پروسه یک دیزاین اکران در واقع تک واحد رو داشته باشین، میتونین که از ما در دایرکت، در کامنت از ما بپرسین و قطعاً به این سوالات خواهیم پرداخت و پاسخ خواهیم داد. بازم مرسی که همراه ما بودیم با یه قسمت دیگه از مدرسه دندانپزشکی دیجیتال. خیلی کارا داریم، خیلی اتفاق قراره بیفته. مرسی که به ما انرژی میدین. دم شما گرم. تا جلسه بعدی، خداحافظ. مرسی. خلاص.